الگوی معیوب پرتکرار سلطه‌گر آشتی دهنده. همراهان گرامی، از مجموع مباحث الگوهای پرتکرار رابطه زوجی این بار به الگوی سلطه‌گر آشتی دهنده اشاره میکنم. این الگو با ریشه تعارضی از نوع قدرت طلبی و میل به کنترلگری میتونه بیشترین الگوهای رایج تعارض زوجی به حساب بیاد. در این الگو سلطه‌گر خانم یا آقایی است که اغلب اوقات میل به کنترلگری داره و میخواد همه چیز رو تحت کنترل خودش قرار بده و طرف مقابل در نقش آشتی دهنده معمولا خانم یا آقایی است که اغلب اوقات سکوت میکنه، کوتاه میاد، سرویس دهی میکنه و محتوای شکایت این عزیزان نیز بسیار قابل توجه است. سلطه‌گر همیشه شاکی است که طرف مقابل من، همسر من، خیلی ساده هست، بیکفایت، شایستگی لازم رو نداره و نقش مقابل یعنی آشتی دهنده هم شاکیه که همسر من خیلی قده، خیلی مغروره، میخواد همه چیز تحت کنترلش باشه، بعضی اوقات نیز دست به زن داره. این الگوی پرتکرار متاسفانه خیلی اوقات در اتاق درمان ما باهاش روبرو هستیم. برای تفهیم مفاهیم این الگوی پرتکرار به یک سناریو شما رو دعوت میکنم. طبق تصویری که ملاحظه میفرمایید، مرد در نقش یک سکو، یک تکیهگاه و خانم نیز در نقش یک گلدان و فرزندان تعداد شکوفه هایی هستند که از درون گلدانه رشد کردند و به شکوفایی میرسند. اگر گلدان را خانم فرض کنیم، بر اثر تولدها و فشارهای زندگی و همچنین از بعد فیزیولوژیایی و روانشناختی لطیف بودن یک خانم میتونه شکنندگی یک خانم را به رخ ما بکشه. وجود فرزندان در آغوش گرم یک گلدان حاکی از اهمیت و جایگاه پرارزش مادران سرزمینمون هستش و اما مردان به عنوان تکیهگاه و پایه و اساس زندگی، با وجودی که تحت فشارهای زیادی هستند، فشارهای اقتصادی این روزها کم نیستن متاسفانه. سوال من اینه که اگر از خانم‌ها سوال کنم که اگر میل به قدرت شما از 10 درجه 5 درجه باشه، به نظر شما یه مرد به عنوان حامی و پشتیبان و تکیهگاه شما و فرزندتون چه درجه ای از میل به قدرت طلبی رو باید داشته باشه؟ قطعاً با بنده همراه خواهید بود که باید بیشتر از 5 باشه. این مهم نشان میده که در خیلی از الگوهای پرتکراری که مراجعه میکنند، خانمها میل به قدرت طلبی بیشتر از مردان را داره و این مهم این سوال را ایجاد میکنه: آیا مردی که قدرت حمایت و پشتیبانی رو کمتر از شما داره میتونه به شما و فرزندتون امنیت بده؟ پس با بنده موافق خواهید بود که این توازن بایستی در راستای بعد روانشناختی و فیزیولوژیایی و نقش یک مرد و یک زن در خانواده نیز به آن نگریسته شود. اما تغییر در نقش‌های امروز در بستر زندگی و حضور فعالانه زوجین نیز میتونه ما را به پای بودن این نوع تعادل در قدرت طلبی وابداره. لذا بسته به شرایط زوجین یادآوری میکنم که این مهم مد نظر قرار بگیرد که
خانم‌ها بسیار لطیف و شکننده و آقایان بسیار زمخت و قابل تکیه هستند. و اما نکته بسیار مهم برای ما مردها اینکه قدرت به معنای حمایت و پشتیبانی است، نه نگاه استبدادی، سلطه‌گری، دست بزنی و نگاهی که متاسفانه نگاه بالا با پایین محسوب می شود. بدرود.